سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز جمعه 6 ایون در خدمت شما. عبدالله عبدالله نامزد به مقام رئیسی جمهوری افغانستان امروز از یک سویقست جان به سلامت برد. روز 6 ایون هنگام گردهمایی او در نزد مهمانخانه در شهر کابل بمب ترکید، ولی خود دکتر عبدالله در این ترکش آسیب ندید. با گزارش بخش دری رادیو آزادی در این انفجار 4 نفر کشته شدند. بعد این ترکش هنگام بیرون آمدن دکتر عبدالله از یک گردهمایی از دفتر حزب وحدت اسلامی افغانستان، ماشین او با بمب کناری راه برخورد، آسیب دید، ولی خود او امین ماند. کسی مسئولیت حمله ها را بر عهده نگرفته است. اشرف غنی رقیب دکتر عبدالله در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان سویقست را کاری دست دشمنان این کشور خواند. دکتر عبدالله نامزد اصلی به مقام رئیسی جمهور محسوب می شود. میرزو شکورزودا ادیبی تاجیک را رئیس جمعیتی دۆستیی تاجیکستان و قرغیزستان انتخاب کردند. روز 6 ایون در این انجمن به رادیو آزادی گفتند که سیدالله خیراللهیف رئیس پیشین پارلمان تاجیکستان از مقام رئیس جمعیت رفت و میرزو شکورزودا را به جای خود پیشنهاد کرد. سال گذشته که در بادکن تو بیشکک سرکول جایهای دیگر هم بودم، همه جا میشنیدم که قرغیزها میگفتن که شما تقاهای ما هستید تاجیکان. از همون محبت انس و خنیکی یادآور شده و تا هنوز اگر صرف نظر کنیم این مناقشه های بسیار کوچک و خرده که در واروخ در اسفر و بادکن پیش اومد، اینا رو صرف نظر بکنیم، دوستی تاجیک ها و قرغیز ها یک تاریخ بسیار باشکوه و صمیمی و سرشار از محبت را دارد. میرزا شکورزودا بار اول داستان ملی قرغیزها منس را به خط فارسی برگردان کرده است. یک ساکن شهر دوشنبه طی 2 سال گذشته 10 مقامات رسمی تاجیکستان و حتی دمیتری مدودیف رئیس جمهوری سابق روسیه را به دادگاه کشیده است. دمیتری لپشین ساکن 67 ساله ناحیه سینا وزیر تندرستی تاجیکستان، شورای عدلیه رئیس دادگاه سینا و چندین منصبدار دیگر تاجیک را به بی‌عملی متهم کرده و به دادگاه شکایت برده است. دمیتری لپشین روز 5 ایون بر رادیو آزادی گفت مقامات به مراجعت‌های بتکرارش برای گرفتن یک سند ثابت کننده شرکتی او در جنگ افغانستان اعتنا نمی کنند. بسیاری از شکایت‌های دمیتری لپشین بے پاسخ ماندند، زیرا به گفته دادگاه‌ها شکایت‌های این مرد اساس ندارند. از جمله در دادگاه سینا بر رادیو آزادی گفتند که لپشین با هر بهانه بیجا به کار دادگاه خوردگیری می‌کند و با عیب او دادرس‌ها وقتی زیادی خود را تلف می‌دهند. در کناری شهر خوجند بنیاد شهرکی نو برای 40,000 نفر شروع شد. روز 6 ایون مقامات ویلایتی سوغد با برگزاری مراسم در این جای و کافتن چای آب و کشیدن قبور از رودخانه سیر به این محلی شهرکی نو شروع کردند. تو همین آب این بالا بلندن انجام آمدن البته ساختمان سرخوردگی پارالل هم جای کار هم جای استقامت تیار میشه. برای ساختمان بناهای بلندآشانه و کارخانه‌های صنعتی شرکت‌های وطنی و خارجی را جلب می‌کنند. شهرکی مذکور در نزدیکی کان منصور بزرگترین ذخیره نقره در منطقه بنیاد می‌شود که حکومت تاجیکستان برای استخراج آن آزمون اعلام کرده است. و اخباری از این هم بیشتر با عکس و ویدیوهای دیگر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم صفحه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.